توی این ویدیو میخوام اخلاط و عناصر چهارگانه در طب سنتی و مزاج شناسی رو به صورت کاملا ساده و روان بهتون توضیح بدم تا برای همیشه این رو به یاد بسپارید. با من همراه باشید. از گذشته های دور دانشمندان بزرگی مثل ابن سینا، رازی و حتی دانشمندان یونانی هم بودن که معتقد بودن که بدن انسان بازتابی از کل جهان هستیه. اونا میگفتن همونطور که طبیعت از 4 عنصر اصلی آب، باد، خاک و آتش تشکیل شده، این رو به یاد داشته باشید. آب، باد، خاک، آتش. بدن ما هم از 4 مایع حیاتی یا خلط تشکیل شده که فرمانروای مطلق جسم و روان ما هستند. توی این ویدیو قراره به زبانی خیلی ساده و بدون کلمات پیچیده این 4 خلط، معادلهای طبیعیشون و ویژگیهای جالبشون رو با هم بشناسیم. تا آخر این ویدیو با من همراه باش. در مزاج شناسی 4 نوع خلط داریم. خلط اول دم، عنصرش هوا هستش. به خلط دم خون میگن. پس خلط دم یا خون عنصرش هوا هستش، مزاجش گرم و تر هستش. پس اینو اینجوری به یاد داشته باشید. دم یا همون خون معادل در طبیعت هوا یا باد، یعنی این دمی که میکشی اون هوا هستش، هوا یا باد. همانطور که هوا جریان داره و به همه جا زندگی و اکسیژن میرسونه، دم هم توی بدن ما دقیقاً همون کار رو انجام میده. کیفیت و مزاج گرم و تر هستش، مثل یک روز بهاری دلپذیر. کار کردش در بدن، دم سوخت اصلی بدن ماست، از مغز استخوان تولید میشه و غذای تمام ارگانهای بدنه. ویژگی‌های رفتاری و چهره افراد دموی، کسایی که خلط دم دارن بهشون دموی میگن. پس ویژگی‌های رفتاری و چهره افراد دموی. افرادی که طبع دموی دارن معمولاً چهره‌ای گلگون و سرخ و سفید، بدنی عضلانی و جثه‌ای درشت دارن. از نظر رفتاری بسیار خونگرم، پر انرژی، شجاع، اهل رفت آمد و خوش اخلاق هستن. اما حواستون باشه، اگر دم در بدن بیش از حد زیاد بشه، شخص ممکنه دچار جوش پوستی، فشار خون بالا یا عصبانیت‌های آنی و زودگذر بشه. پس این اولین خلط بود. بریم سراغ خلط دوم. خلط دوم صفرا هستش که بهش زرداب هم میگن یا همان عنصرش آتشه. صفرا یا زرداب نام خلط، معادل صفرا در طبیعت آتش هست. کیفیت و مزاجش گرم و خشکه، مثل یک تابستان داغ آفتابی. کار کردش در بدن چیه؟ مرکز صفرا همون کیسه صفراست. صفرا مثل یک پاک کننده و هضم کننده قوی عمل میکنه که چربی ها رو خرد میکنه و رگ ها رو باز نگه میداره. ویژگی های رفتاری افراد صفراوی. به افرادی که خلط صفراشون زیاده بهشون میگن صفراوی. پس افراد صفراوی یا افرادی که صفرا در وجودشون غلبه داره معمولاً لاغرندام، با پوستی متمایل به زردی و چشمانی تیزبین هستند. این افراد فوق‌العاده تیزهوش، سریع، پرتحرک، مدیر و جسور هستند. اما حواستون باشه زود شعله ور میشه. افراد صفراوی اگر تعادلشون به هم بخوره ممکنه خیلی زود از کوره در برن و تندخو یا بی صبر بشن. خلط سوم بلغم یا مخاط، عنصرش آب هستش. بلغم یا مخاط معادل بلغم در طبیعت آب هستش. آب مایع حیات، روان، خنک و شکل پذیر. کیفیت و مزاجش سرد و تره، مثل یک روز برفی و بارانی زمستان. کارکردش در بدن، بلغم مایعات مفاصل، سیستم لنفاوی و روان کننده اعضای بدنه.
اگر بدن به هر دلیلی با کمبود خون مواجه بشه، بلغم میتونه به خون تبدیل بشه. ویژگی‌های رفتاری و چهره افراد بلغمی. و افرادی که بلغم در بدنشون غلبه داره بلغمی میگن. افراد بلغمی معمولاً پوستی روشن و نرم، بدنی پرتر و تون صدایی آرام دارن. از نظر شخصیتی فوق‌العاده آرام و صبور، بیخیال، صلحجو و اهل مدارا هستند. اما حواستون باشه اگر بلغم در بدن زیادی رو به سردی بره، شخص ممکنه دچار کندی، پرخوابی، اضافه وزن و بی‌حوصلگی بشه. خلط چهارم سودا یا رسوب. سودا یا رسوب که عنصرش خاک هست. پس خلط چهارم سودا یا خلط سیاه هم میگن به جای رسوب. خلط سیاه. معادل سودا در طبیعت خاک یا زمین هستش. ممکنه از این معادلات هم استفاده کنن. بعضی جاها بهش میگن زمین. خاک یا زمین. خاک نماد ثبات، پایداری، ساختار و استحکام است. کیفیت و مزاجش سرد و خشک، مثل یک روز پاییزی خشک و سرد. کارکردش در بدن سودا در واقع سنگ بنا و رسوب مفید خون هستش که به استخوان‌ها و دندان‌ها استحکام میده و در طحال ذخیره میشه. ویژگی‌های رفتاری و چهره افراد سوداوی. افرادی که سودا بر اونها غلبه داره بهشون میگن سوداوی. سوداوی ها معمولا جثه‌ای لاغر، استخوانبندی مشخص و پوستی گندمی یا تیره دارن. این افراد بسیار متفکر، دقیق، منظم، آینده نگر و جزئی نگر هستند. حواستون باشه اگر سودا زیادی در بدن تجمع پیدا کنه، ممکنه فرد رو دچار فکر و خیال زیادی، وسواس، منفی بافی و حزن و اندوه کنه. برسیم به جمع‌بندی. حالا که این 4 عنصر رو شناختیم، یک سوال مهم پیش میاد. کدام خلط یا مزاج از همه بهتره؟ پاسخ طب سنتی اینه: هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره و همه اینها بایستی متعادل باشه. بدن ما برای زنده بودن و سالم ماندن به 4 عنصر نیاز داره. به دم برای انرژی و رشد، به صفرا برای تیزهوشی و هضم، به بلغم برای انعطاف و آرامش، به سودا برای تفکر و استحکام. سلامتی یعنی تعادل میان این 4 خلط و بیماری زمانی اتفاق میفته که یکی از اینها بدون کنترل بیش از حد زیاد یا کم بشه. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه تا بدن خودتون رو بهتر بشناسید. توی کامنت ها برام بنویسید با توجه به ویژگی هایی که گفتم فکر میکنید کدوم خلط توی وجود شما غلبه داره: دم، صفرا، بلغم یا سودا. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستید تا ویدیوی بعدی شاد و متعادل باشید.